به این روشی که بهت میگم پیتزا درست کن، از خوردنش سیر نمیشی. روغن اول میریزیم کف ظرف، حالا با فرچه قشنگ به تمام نقاط ظرف میمالیم که موقعی که میخوایم خمیرمون رو بذاریم داخلش خمیر نچسبه به ظرف. آزاد به تمام نقاطی که حس میکنیم چسبندگی پیدا میکنه روغن رو میمالیم. حالا میایم خمیر رو میذاریم داخل ظرف، مقدار آب میزنیم به دستمون. حالا شروع میکنیم به پهن کردنش که خوشگل بیشینه کف ظرف. یه مقدار آب. حالا شروع میکنیم به بازی کردن. قشنگ بیشینه تمام نقاطش، یه دستا خوشگل. یه مقدار سس میزنیم. حالا میایم با فرچه قشنگ سسا رو پخش میکنیم. سس زدم باعث میشه هم نون دورتر بسوزه، هم پفکیتر و خوشمزه تر بشه. حالا میایم یه مقدار هم سبزیجات اضافه میکنیم رو خمیرمون. حالا میایم جامبونامون رو یکی یکی به ترتیب خوشگل میچینیم رو سبزیجات. یه مقدار پنیر میریزیم.
پنیر همچین می‌ریزیم که دیگه کلا یه دست بشه و رو ژامبونا بگیره. حالا این بی گذاشتن دیگه سلیقه‌ایه، هر کی یه طعمی دوست داره. من خودم بی میذارم، البته کم، زیاد نه. حالا میام قارچه رو ما میچینم یواش خوشگل که رو پنیرها رو بگیره. حالا میام یه چند تا دونه فلفل دلمه‌ای هم، اونم باز سلیقه‌ایه، میتونی بذاری میتونی نذاری. حالا میام نخود سبز و ذرت مکزیکی و هویج که خورد شده میریزم روش. واقعا طعمش بی‌نظیر میکنه. حالا یه مقدارم جعفری. واقعا جعفری تو پیتزا خیلی تاثیر داره، یعنی طعمش متفاوت و خیلی خوشمزه میکنه. حالا میام یه مقدارم پنیر باز میریزم روش. سس سفید. سس قرمز. اینم سس خردلمونه. میای فلفل اگه دوست داشتی میتونی بذاری میتونی نذاری. حالا چون من خودم فلفل دوست دارم، فلفل یه چند تا دونه هم میذارم روش. هم کارا خوشگل میکنه، هم بالاخره بعضی ها فلفل دوست دارن. میریم برای مرحله پخت. کارمون دیگه تا اینجا تمام شده. الان پخته شد پیتزامون، رفت داخل اومد بیرون. میریم برای مرحله قاش زدن. خب برشا پیتزامون هم زدیم. الان ببین چه استایل خوشگلی پیدا کرد. پیتزاش واقعا خوشمزه است. بدون توصیه میکنم تو خونه درست کنین. هم سالمه، هم مقویه، هم راحته. درست کردنش زمان زیادی نمیبره. از خمیر و سبزیجات و جامبون هم که دیگه تو همه مغازه هست، راحت میتونین تهیه کنین و درست کنین.